خواهر درد تو سرم، اون صندلی وزن تو تحمل نمیکنه. همه کسیم بلند شو. مگه بشه تذکر ندادم؟ مگه نگفتم او وزن تحمل نمیکنه؟ فقط فکر کنم یه تیکه از صندلی اگم فرو رفت بهت، چون او حجم از گاز ای انسان عادی بیرون نمیزنه مگر اینکه دریده باشه. و فکر کنم اتفاق برای تو افتاد. حدوداً 5 جفت لاستیک میشد بار کرد با او باری که از شما خارج شد. چقدر بود می‌خواستی بری دستشویی تنبلی می‌کردی؟ چند روز بود؟ حتما باید صندلی اگر خورد میشد یه تیکش میرفت بهت. هی شاید خواستی یه جای بشینی 4 نفر آدم دورت بود. اونا گناه کردن؟ هی شاید یکی آدم داشت میکشتیش. گابریل دیگه بیا چه بکنه؟ گابریل کاری از دستش برنمیاد بدبخت. خدا هم نمیتونه کاری بکنه. دیگه اتفاقی نباید افتاد. کم کم دیگه بساطانه جمع کنین از اون خانه بزنین بیرون، یه خانه دیگه بگیرین. دیگه اونجا جای زندگی کردن نیست.